بر مقابل دسته اسخط بود که اونجا در سلسله ضربه های پنالتی دسته وحش از اسخط شکست خورد و دسته اسخط بوری این مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. امکانیت خیلی خوب برای فوتبالبازان دسته وحش نعمت الله زاده و حالا هجوم فوتبالبازان دسته وحش ادامه دارد و ضربه پرتوفتی اومن با داخل جریمه گل روان کرده. امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن و این گل است. دوستان عزیز داور هم اشاره میکند که شده میکنم بازیگران دسته وحش در آن همین حالت ببینید چگونه پرتوف یگان خیلی افساید نبود ولی حالا این چیز باز تشخیص کرده می شود ولی امکانیت خیلی خوب بود که در حالت اکومد جوزف ضربه او و ببینید که ضربه و دیگر 5 لیگیونر در رقابت امروزه در حیات دسته وحش بازی میکنند. از قبل نمیتواند فوتبال بازی رقم 88 دسته وحش کنستانتین چرنی و امکانیت خیلی خوب بازم برای لانگ چی سونگ امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن و ضربه میزند رودولف پاتریک با دروازه خود گل سر داده است و امکانیت خیلی خوب برای فوتبالبازان دسته هوستیلوت پرتوف انجام داده می شود. در موقع خود استوارند و پرتوف انجام داده می شود با داخل جریمه گو و باز پرتوف انجام داده می شود با داخل جریمه گو امکانیت خیلی خوب با سر ضربه زدن. لیگ اولی در موسم امسال خیلی مشکل است. امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن ولی این چگونه ضربه بوده. ادامه دارد هجوم فوتبالبازان دسته وحش. پرتوفتی خیلی زیبا بود با سمت محمد جان نسکوف 15 چمپیونات است و این دسته ها بازی های 14 خود رو پس سر میکنند. امکانیت خیلی خوب برای نوردین همراه قلوب و گل زده می شود یا نه چیکار میکنه در همین حالت کنستانتین چرنی. امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان دسته وحش و باز هم همین گونه اشاره میکند داور اساسی خورشید داداباєв. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته وحش نتولای اسماعیلوف بود برگردونده می شود با اکومادی پرتوفتی و امکانیت خیلی خوب برای گل زدن فتولایف. پرتوفتی خیلی خوبی فتولو با جانب سرگی سکانیان بود و باز هم امکانیت دارم برای توپ رو گرفتن بود در مقابل چپ میدان ولی گزارش خود فوتبال باز خیلی عالی بود. بازیگران دسته حصولات آنها در موقع نهم باقی میمانند. بله دوستان عزیز دور 15 چمپیونات فوتبالی کشور میانی دسته‌های لیگ آسان‌تر دارد برای خود و تا روز 12 سپتامبر با شما خیر و خوش میکنیم. خیر.